تراک ها داریم صحبت میکنیم، کشنده ها و خودروها داریم صحبت میکنیم. دوستان برای مایعات خورنده کاروسیو ها شما ظرفت، منظورم یعنی تراکت رو دارم میگم، تانکرت رو دارم میگم، مقطعش دایره‌ایه. خوب دقت کن، این حلقه های تقویت کننده داره، قطر مخزن معمولاً کوچیکه، حداقل فشار کاری مجاز یعنی MAW پیش خب تو تریلرهای جاده‌ای کشندهمون 15 PSI. دقت میکنید؟ پس ما اینا برامون مهمه که بتونیم نوع خودرو رو چیکار کنیم؟ شناسایی کنیم برای عملیات هامون. الان شما با یک حادثه مواجه شده، حالا تو جاده، تونل، هر جا، بلافاصله اگر چه این ویژگی‌های در تایم